هیچ وقت استاد پرستی نکنین. هیچ وقت نگوین که ما والا شاگرد استاد دایی هستم، نگم استاد دایی که هست نیست. نه، تو استاد دایی ندید، یک ساعت درس دیدی، از کل چیزای من خبر نداری. او الله متعال میفهمه. تو من خصوصیتو نیستم، خصوصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردن، پیغمبر معصوم. ما خو معصوم نیستیم. از تو که ما گناهکارتر هستم و کل علمای نمی قسم هستن، کل مشایخ و کل اشخاص که هستن کل اینمی هستن. ولو که بچه پیغمبر هم باشه در فتنه هست. بچه نوح علیه السلام، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش ولی به دردش خورد، از غرق نجات پیدا کرد. نه، از غرق کسی نجات پیدا میکنه که آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.